سلام دوست من، تازه وارد کار رنگ شدی و نمیدونی که رنگ‌های کلیدی که باید توی کمد رنگت باشی چیه؟ این ویدیو رو سیو کن تا همیشه داشته باشی. بیا تا بهت بگم چه رنگ‌هایی رو باید همیشه داشته باشی. رنگ‌های کلیدی و مهمی که شما باید همیشه توی کمد رنگتون داشته باشین، سری رنگ‌های طبیعی و نچراله، سری رنگ‌های دودی هستن و سری رنگ‌های طلایی باید داشته باشین. این چند تا رنگ رو باید حتما داشته باشین توی کمدتون، سری کاملشو، و یک رنگ 64 یعنی قرمز. حالا توی بعضی از برندها 65 با 66 نشون میدن و واریاسیون های آبی، بنفش، طلایی و نقره‌ای رو باید توی واریاسیون هاتون داشته باشین. امیدوارم که این ویدیو برات خیلی کاربردی باشه. اگر سوالی داری میتونی زیر این پست برای من کامنت کنی.